پول تو جیبی به زنت نده. میگم پول تو جیبی به خانومت نده، این کار اصلا کار زیبایی نیست، اصلا کار متشخصانه ای نیست، بلکه یک هدیه ماهیانه برای خانومت در نظر بگیر به اندازه وسع خودت و ماه به ماه این پولو بزن به کارت خانومت برای کارهای خودش، روزمرگی های خودش، هر جور دلش میخواد از این پول استفاده کنه. آخه چند سال این زن اومده تو زندگیت و هنوز داری پول تو جیبی بهش میدی. حتی بعضیاتون میگید که باشه به من بگو نیازت چیه و چقدر میخوای، بالای چشم میزنم به کارتت. این قشنگ نیست آقای محترم. به خانومت شخصیت بده. خانومی که ماهیانه یه حقوق، یه هدیه‌ای داره و برج به برج اونا دریافت میکنه، روش حساب میکنه، میتونه پس اندازش کنه، کوچولو کوچولو میتونه خریداشو انجام بده. آخه زشت نیست یه خانم متشخص 40 ساله 50 ساله بیاد به شوهرش بگه میخوام یه جفت جوراب بخرم، مثلا پولشو بهم بده برم خرید کنم. این رفتار اصلا شخصیت خودت هم زیر سوال میبره. باید در این عالم به شخصیت انسانها احترام بذاریم و کاری کنیم که اون شخص به خودش بباله. بعد اون موقع نگاه میکنی همه عالم و همه کائنات کاری میکنن که تو بالا بیای تو